زمانی که ما برای از اونها عملا ثابت بکنیم که ما برای عقیده و ایمان خود از هر چیز خود میگذریم، همون رقمی که از جان خود میگذریم، همون رقمی که از مال خود میگذریم، همون رقم آماده هستیم از همه روابط نزدیک خانوادگی و قومی و نژادی و زبانی بگذریم. جامعه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم میسازه، در او جامعه نژاد معیار نیست، در او جامعه زبان معیار نیست، در او جامعه قومیت معیار نیست، در او جامعه سمت و منطقه و کشور معیار نیست. افراد محوری و کلیدی جامعه ساخته شده پیامبر صلی الله علیه و سلم، بلال از حبشه با یک قومیت و نژاد مختلف و با زبان مختلفی، صهیب از روم با یک نژاد و قوم و زبان مختلفی و یک منطقه مختلفی، و سلمان از فارس و ابوبکر از مکه. پایه های اساسی جامعه پیامبر اینایند. زبان اینها را با هم جمع نکرده، چون زبان حبشی با زبان فارسی با زبان عربی و با زبان رومی تفاوت داشت. نژاد اینها را جمع نکرده، چون نژاد هر کدام از اینها متفاوت بود. قومیت اینها را جمع نکرده، چون با اقوام مختلفی وابسته بودند. منطقه اینها را جمع نکرده، چون هر کدامشان از یک نقطه مختلف دنیا بودند. چه چیزی اونها را جمع کرده؟ گفتن لا اله الا الله. و به همین خاطر در میثاق مدینه هم اولین ماده میثاق مدینه به تعبیر قانون اساسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه ساخت امی بود که مسلمان ها یک امت مستقل و جدای از سایر امت هایند. مسلمان ها یک امت مستقل و جدای از سایر امت هایند. با چه معیار این امت شدن؟ با معیار لا اله الا الله. به همین خاطر در جامعه ساخته شده پیامبر هرگاه کسی میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، تابعیت تذکره تابعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و سلم را داشت. نیاز نداشت که خود یک پاسپورت ببره و یک تذکره داشته باشه. این نیاز نداشت. گفتن این کلمه براش تذکره تابعیت حکومت اسلامی بود. و از همه امتیازات و حقوقی که یک مسلمان داشت این نفر برخوردار میشد، ولو از او کنج دنیا می بود. جامعه‌ای که پیامبر ساخت امی معیارش بود. اولین جنگی که بین مسلمان ها و بین مشرکین صورت گرفت، نزدیکترین افراد یک خاندان و یک خانواده با هم جنگیدند. عمر در طرف مسلمان ها بود، برادرش در طرف مشرکین میکردن، پایش رد میشد. یعنی در اینمی حالت به خاطر ایمان رسیده بود. وقتی که مصعب تو میگه، او میگه که من برادرت هستم، مصعب میگه نه تو برادر من نیستی. این جوان انصاری برادر من هست، تو برادرم نیست. چرا؟ مصعب بر مبنای چی میسنجید؟ بر مبنای ایمان میسنجید، بر مبنای عقیده میسنجید، بر مبنای اشتراک در لا اله الا الله میسنجید. و نزدیکترین رابطه نسبی که از یک رحم تولد شده بودن براش اعتبار نداشت. و فرزند ابوبکر بعدها بر ابوبکر میگه بعد که مسلمان میشه، میگه بر ابوبکر رضی الله عنه، میگه چند بار در رسم قرار گرفتی خو نزدمت، مراد کردم پدرم بودی. ابوبکر میگه قسم به الله هست اگر تو در رسم قرار میگفتی مراد نمیکردم. اولاد نزدیکترین فرد بر انسان است. نه الله متعال بر من فرزند داد، حالا میفهم چقدر شیرین است، چقدر انسان یک رابطه بی نهایت متفاوت، یعنی حسی که انسان با اولاد خود داره حتی با پدر و مادر و با خانم با اینا نداره. یک رابطه قدرتمندتر از این رابطه باید در قلب بنده وجود داشته باشه. او رابطه عقیده هست. خود ابوبکر میگه، یعنی شما فکر نکنین ابوبکر احساس عاطفی انسانی نداشت، ممکن از مکه بیشتر فرزند خود دوست داشت، اما بر فرزند خود میگه وقتی تو به خاطر مخالفت با عقیده در مقابلم قرار گرفته بودی، در تیر رسم قرار میگرفتی، به الله سوگند میزدمت. این سخت‌ترین حالت است که یک نفر باید داشته باشه. عمر رضی الله عنه میگه یا رسول الله، به خاطر این که ما برای مشرکین مکه بفهمانیم که رابطه عقیده و مفاهیم اعتقادی و ایمانی برای ما تا چه اندازه مهم هست، اسرای جنگی را هر کسی را بر نزدیکترین نفرش بده تا گردنش بزن. عباس کاکای پیامبر در جمع اسرای بدر است. بر پیامبر میگه تو عباس گردن کاکایت بزن که بفهمد دیگر رابطه خویشاوندی برای ما مهم نیست، در حالی که قبل از اسلام اصلی ترین معیار برای تعامل اجتماعی در جامعه مکه همین روابط خویشاوندی بود. مشرکین به خاطر روابط خویشاوندی برایشان قوی‌تر از عقیدهشان بود. اگر با یک نفر در عقیده هم مشترک نبود، خود قوم مشترک بود، از اون نفر حمایت میکرد. ابو طالب از پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر چی حمایت میکرد؟ به خاطر داشتن رابطه قومی. و رابطه قومی پیش ابو طالب قوی‌تر از رابطه اعتقادی بود. به همین خاطر بود که با وجودی که پیامبر در عقیده با او اختلاف داشت، اما از رسول الله صلی الله علیه و سلم حمایت میکرد. عمر میگه امی معیار اصلی دوران جاهلیت را بشکنیم.
و چه زمانی کشتن این معیار مشکنه؟ زمانی که ما برای از اونها عملا ثابت بکنیم که ما برای عقیده و ایمان خود از هر چیز خود میگذاریم، همون رقمی که از جان خود میگذاریم، همون رقمی که از مال خود میگذاریم، همون رقم آماده هستیم از همه روابط نزدیک خانوادگی و قومی و نژادی و زبانی بگذاریم. این وقت است که جامعه واقعی اسلامی میشه. و آیا جوامع امروزی اسلامی این معیار را دارن؟ هر کدام ما خود ما بیایم بفهمیم، بسنجیم واقعا همین رقم هستیم؟ ما به عنوان یک امت خود یک جسد واحد فکر میکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مسلمان ها مثل یک جسد واحدن، مسلمان ها مثل یک جسد واحدن، هرگاه به یکی از این اعضای جسد درد برسه و ناراحتی برسه کلی اعضا توسط از اون. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что